بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه. عید شما مبارک باشه. سال روز ولادت با سعادت 13مین معصوم و 11مین امام و افتخار شیعه حضرت ابوالمهدی آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما، به امام زمانمون، به همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. امام عزیزی که برادرزاده صاحب این بقعه شریف هستند. ما محضر امامزاده موسی مبرقع هستیم که عموی امام حسن عسکری علیه السلام هستند، برادر تنی امام هادی و فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیهم السلام. و لازمه که این روز پرسرور رو خدمت امامزاده موسی مبرقع عزیز و 40 اختر فروزان آسمان ولایت که در اینجا آرمیدن، همشون هم از فرزندان حضرت جوادالائمه و امام هادی علیهم السلام هستن، هم با همه وجودمون تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنیم و ازشون بخوایم که انشاءالله نگاه پرمهرشون در این روز مبارک شامل حال ما همه اهالی یاد خدا و شما بیننده های یاد خدا هم بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک فراوان خدمت استاد تحریری عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. سلام، خیر مقدم، مبارک بشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم این عید عزیز رو به ساحت مقدس فرزند عزیزش امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. انشاءالله به برکات این مولود عزیز خدای متعال با آمادگی هممون تعجیل الفرج موفور و سرور امام زمان سلام بفرماید و همه مشکلات جهان اسلام و شیعه و مستضعفین عالم رو برطرف بفرماید. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. دعای 17 ضعیف شریف سجادی میخوایم بیشتر آشنا بشیم باشون، اگر ممکنه بفرمایید کلیت این دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث اساسی و کلی دعای شریف 17 استعاذه به ذات اقدس الهی است از شیطان و وساوس و راه‌های نفوذ شیطان در وجود انسان. خب این یک مسئله از مسائل معرفتی است که خدای متعال بران شیطان رو آفرید که به نوعی با مباحث جلسه گذشته هم ارتباطی داره و عرض شد در اون جلسه که خدای متعال ابتداعاً شر نمی آفریند بلکه موجودی می آفریند که این موجود در ارتباط با موجود دیگر یا انسان جلوی کمالات اون موجود رو یا ادامه وجودش رو میگیره. اینجا شر تولید میشه. یکی از این شرور شیطان یکی از مخلوقات خداست، از اجنه است، کان من الجن، منتها دارای درک و شعور و اختیار و برای بندگی خالصانه خدای متعال آفریده شده است. در رابطه با رسیدن به بندگی هم مانند انسان امتحان میشه و زمینه‌های برای تمرد هم در وجود انسان هم در وجود شیطان و اجنه قرار داده شده، چون اختیار معناش اینه دیگه، یا بیاد یا نیاد. درسته. اگر کمال واقعی رو درک بکنه که بهش عقل داده شده و آن را بخواهد، با اون راهی که
کامل واقعی که خدای متعال است براش قرار داده منطبق میشه، تبعیت میکنه، به اون کمال میرسه. اما اگر نه اون کمال حقیقی رو درک نکنه یا نخواد اون رو بره، خب قطعا به اون کمال نمیرسه، به لوازم عدم سیر در مسیر کمالش میرسه. به هر حال از دو راه خارج نیست دیگه. شیطان یکی از این مخلوقات الهی است که خدای متعال برای ظاهر کردن اینکه بنده اوست یا نه او رو امتحان میکنه به این که در برابر حضرت آدم علیه السلام سجده بکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. شیطان هم در میان ملائکه بود. بله. چون ملائکه موجودات لطیفی هستن، غیر مادی، و شیطان هم اون حجم مادیت و جنبه خاکی رو نداره که از آتش آفریده شده، یک نوع لطافتی داره. و جان خلقناه من قبل من نار السموم، این هم آیه قرآنش. بنابراین به جهت اون لطافتش و به نوعی به هر حال مدت ها به فرموده علیه السلام 6000 سال سجده کرد. منتها این سجده در واقع سجده برای خدا نبود، میخواست جا باز کنه بین ملائکه، نمایش پیدا بکن برای ملائکه. اونا به نوعی شده بود که در طبق بعضی از نقل ها اونا خیال میکنن از خودشونن. وقت با این امتحان مشخص شد که نه، این جزء ملائکه نیست. از این نظر تو این آیه و آیات دیگر جزء ملائکه شمرده شده. از جهت ادبی ما به ملائکه گفتیم سجده بکنید مگر ابلیس. خب ابلیس که ملک نیست. اینم جزء ملائکه بود که مورد خطاب قرار گرفت. این جنبه تفسیریش. خب که اگه راست میگی حالا بیا سجده کن ببین که راست نمیگفت و بعد دستش رو شد، در برابر خدا ایستاد. آره. نه تنها سجده نکرد بلکه برای خدا تکلیف معین کرد، گفت انا خیر. یعنی مضمون حرفش اینه اگه بناس به کسی سجده بشه، خضوع بشه در برابرش منم، چون من از آتش آفریده شدم. آفریده شدن از آتش رو برای خودش مزیت میرانست و آفریده شدن حضرت آدم از خاک رو پستی. اینا هیچ کدوم ملاک نیست. اینایی که تو دنیا میگن ما مثلا سفید پوستیم، سیاه پوستا و سرخ پوستا حمله میکنن، خودشو برتر میکنن. همه خدا. نه اینا که خودشون رو برتر از اینا دیدن، همه ادامه دهنده رو شیطان دیدن که من از آتشم برترم. اینا میگن مثلا. لذا این مقایسه غلط. دوم در برابر خدا قرار گرفتن، تکلیف معین کردن برای خداست. اینا ضد ربوبیت، پذیرش ربوبیت خداست. بله. گفت ربه تو پروردگاری، اما قلبش قبول نداشت. این نفاق، اولین مورد ظهور نفاق تو این عالم با سجده نکردن شیطان در برابر حضرت آدم ظهور پیدا کرد. وقت نتیجهش ایناست که از سعادت ابدی دور بشه. چرا؟ چون این دور شدن رو به صورت دائمی خواست. این جواب این اشکاله. یه لحظه این خطا کرد، تمرد کرد، چرا تا آخر باید این جهنمی باشه؟ و خدا بهش فرمود برو، اونم که تو تبعیت بکنن همه در آتشن. این جوابش اینه که این یک لحظه ای نبود مخالفتش، در واقع اجل زمانی یه لحظه بود، اما نظر انتخابی دائمی. خود قرآن تعبیر میکنه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من طین. من اصلا نبودم
از اول که سجده بکنم به بشری که تو رو از گل آفریدی. این حالت تمرد و خود بزرگ بینی، این که فرعون انا ربکم الاعلی گفت، این از شیطان ظهور پیدا کرد. این در همه ما هست. منتها موردش هست که ظهور پیدا بکنه، موردش متفاوت ممکنه باشه. بنابراین خدا متعال باز طبق روایات امتحانش رو ادامه داد نسبت به شیطان. حضرت موسی علیه السلام می‌خواست به کوه طور و حضرت موسی گفت نمیشه به خدا بگیم ما دیگه از این رجیم بودن خارج بشیم، این پیغام ما به خدا برسون. پیغام رو میرسونه. حق تعالی میگه که میشه. چاره‌اش چیه؟ توبه بکنه. توبه این رجوع به اون فرمان واقعی. فرمان اولیه این بود که به حضرت آدم سجده بکنه. حالا حضرت آدم که تو این عالم نیست، به حال مدفونه، بره به خاک حضرت آدم سجده بکنه. اون علوه گل کرد در ما خودش زنده بود و این سجده نکرد و به خاک. این روایت هست در دو جا این رو به حال گفته. بعد خدا هم فرمود انی ارید ان اطاع من حیث آمر. اگه من خدا، من بعد اهم کنم، من این اطاعت رو باید بپذیرم. بنابراین غرض اینه. حالا این شیطان که مطرود شد بنا گذار که حالا که من مطرودم چرا شریک پیدا نکنم. هم گمراه شد هم گمراه کرد. خب پس این شر شد. این گمراه کردن شر میشه. ما تو این دعا و بعضی از آیات قرآنی از خدا میخواییم خدای ما رو پناه بده از شر شیطان. بسم الله قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. این وسواس خناس یه شیطان خاصیه که همواره وسوسه میکنه، انسان منحرف میکنه. من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس. این البته هم انسان هست هم غرض اینه. این در پناه خدا قرار گرفتن هم در قرآن آمده. این دعای 17 هم همه مضمونش اینه و ما همیشه داریم این در هم تنیدگی این دعا و قرآن رو احساس میکنیم. بله. خیلی ممنونم استاد عزیزم. اگر اجازه بدین یه فاصله دوستان بگیریم و برگردیم نکاتی که فرمودین رو تبیین بکنید و استفاده بکنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نظرم اگر تا اینجا فرمایشات استاد تحریری رو پیرامون دعای 17 صحیفه سجادی بخوایم خلاصه بکنیم در یک عبارت میشه همین دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که حالا دارن دقیق‌تر و عمیق‌تر برای ما با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم البته گلچین میکنن و تبیین میکنن. آقا در خدمت. بله، به هر حال این نکته باز با توجه داشته باشیم که ما یه نمودی از این دعاها رو بیان میکنیم. تفصیلش البته جلسات بیشتری رو میطلبه. این بحث آشناییه. به هر حال یکی از نکاتی که تو این دعا و اغلب دعاها آمده در صحیفه سجادیه این که صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام یا اول دعا یا وسط دعا آمده و بر صلوات اموری متفرع شده. این نکات رو باید توجه داشته باشیم که حکمتش این است که در روایات آمده است که خدای متعال چون عالم رو با اسباب آفریده میخواد به حال اموراتش از طریق اسباب جریان پیدا بکنه و اهل بیت اسماعیل طهارت علیهم السلام رو بالاترین اسباب برای فیوزات معنوی و مادی قرار داده و این صلوات ها هم فرمودن همینه که ما وقتی تقاضایی میکنیم از خدا یعنی یه فیضی رو از خدا میخواییم که به ما عنایت بکنه. بله. لذا فرمودن قبلش اول خدا رو توصیف کنی. لذا تو این دعاها این توصیفات آمده که اون بطن اول دعاست که عرض کرد. بعد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم که
معناش است که خدا کمالاتش رو از این طریق ظهور میده، اونم باید بشناسید. مجرای فیوضات الهی از این بعد محمد و آل محمد تقاضامونو بکنی و در آخرش هم تو بعضی از روایات هست که باز صلوات بفرستیم که بعد و ختم تقاضامون با طلب رحمت بر اهل بیت باشه که این معنا پیدا بکنه. اون اول و آخر رو خدا میپذیره، بالاخره اون وسط هم بله دیگه یه قطعا توفیلیه به برکت این اولیا، اون رو هم میپذیره. بنابراین این که از کردم اغلب دعاهای صحیفه این گونه است، این به این جهت. خیلی خوب. بر همین اساس امام صادق علیه السلام در این دعای 17 چند نوبت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام رو میفرستد و یکی از تقاضاها اینه که متوجه داشته باشیم شیطان را مشغول به دشمنانش بکنه، از ما دور بکنه، چون دشمنان دیگه تو چنگال شیطانن دیگه. و تقاضای دیگر این که همون گمراهی که اون پیدا کرد ما در مقابلش هدایت در مقابل او رو از خدا طلب میکنیم و بیشتر تقوای بیشتر رو طلب میکنیم که این تقوای بیشتر ما رو بیشتر واکسینه میکنه در برابر حملات شیطان. خب اون راه های ورود شیطان رو گفتیم به صورت اجمالی عرض میکنیم. اولین راه در همه امور با خطورات ناجوره. این نکته رو اول توجه داشته باشیم. نفس انسانی با خطورات ساخته شده. منظورتون از خطورات یعنی چیزایی که تو ذهن میاد، خیال و آره. این امور یا مربوط به زندگانی دنیاست یا مربوط به هر حال جنبه های ناجور زندگانی دنیا. خب اگر مربوط به زندگانی متعارف باشه که اشکال نداره، اما اگر نه، من میگم که شما یه کمادی داری، چرا داری؟ من باید داشته باشم، شما نشته باشی. حسادت کن. حسادت اول به واسطه خطورات میاد. منشأ همه کارهای ما این ذهنیت، فکر و ذهنم درگیری ماجرا میشه. بله. منتها سوق میدن. اگر این ذهنیت تو خوبها باشه، بله میشه الهام، تو بدها میشه وسوسه. پس جایگاه وسوسه این خطورات بد. اصل خطورات امر طبیعی، بله اتفاق میفته برهم. نه اصلا در وجود ما هست. از اولی که انسان به هر حال یه مقداری رشد فکری میکنه، همه با این ذهنیت هاست. در بچگی به گونه‌ای، وقتی بزرگ میشه به گونه‌ای و همینطور. تا عقلانیت هم انسان داره، فکر میکنه. این عقلانیت بعد این خطورات رو مهار میکنه یا جهت درسته. بله. اینا دیگه بحثای روحی روانی است که خیلی گسترده است. بله. شیطان از اینجا اول شروع میکنه که اون کار رو جلوه میده. این میشه تصویر. حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش گفت بل سولت لکم انفسکم امرا، شما میخواستید برادر رو از چشم من دور بکنید، برادرتون رو دیدید من به او محبت دارم، حسادت ورزیدید، چه کار بکنیم که از چشم بابا دور باشه؟ با یه بهانه ای اومدید که بریم بازی کنیم. خب اینا بازی میخواد دیگه. آره. ما به حال شما گفتید گرگ تو بیابون نخوره. خب مگه میشه؟ ما چند تا برادریم بزرگتر. این تسبیح همه اینا رو به صورت حق داره جلوه میده. اون باطنشون نابود کردنه و به اون هم رسیدن. بنابراین این مرحله پس ملاک خوب و بد در شرع مقدس. خوبی ها اونیست که امر کرده، بدی ها اونو نهی کرده. بله.
وقت برای اینکه ما مبتلا به وسواس شیطان نشیم با اون ملاک تطبیق بدیم این ذهنیت همون رو. این چشم داره کار میکنه به نامحرم بخوره یا نه؟ این خانوم داره میره من خودم آزاد بکنم همه ببینن بی حجابی، خب این دیگه مال خودش نیست، مال همسرش دیگه نیست. این شیطان میخواد این فحشا پخش بشه و همینطور و همینطور بخواد نمایش بده دیگه، خودنمایی، بی‌حجابی خودنمایی دیگه همینطوره. خب میگن خودنمایی رو به همسرت داشته باش تو خونه به بهترین وجه، اما این نمیخواد، این میخواد به بیرون. این نمایش خود این امر طبیعیه، اما گفتن اینو از راه صحیحش بیا نزد خدا نمایش، نزد ملائکه. الان به نظر هیچ نیازی در انسان نیست که راه صحیحی براش نباشه. شیطان اون جنبه های منفی رو ما رو تو اینجا تو اینجا این رو ما طلب میکنیم. او دیوار نمیشناسه، خدا بهش این قدرت رو داده. من استطعت، هر کسی که قاسی برو. این مایه انتخاب ما هاست، اختیار ما امتحان شدن ما. همونطور که خودش امتحان شد به هر حال رفوزه بیرون آورد خودش رو، ماها هم خودمون امتحان میشیم. مثلا یکی از اسباب امتحانمون شیطان که اگر شیطان هم نباشه باز امتحان میشیم. اگر نبود میگن بس شیطان ما رو گمراه میکنه. نه، ما خودمون رو گمراهی رو انتخاب میکنیم. تو این دعا این مسائل آمده که به ما یاد میدن که ما همیشه سعی کنیم اون نفسانیتمون رو درست توجیه بکنیم، خوبی های واقعی رو از خوب واقعی بگیریم، از خوبان واقعی بگیریم، انبیا و اولیاء علیهم السلام. و اگر بریم دیگه شیطان گفته من به یه عده دسترسی اصلا ندارم، فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خودش از اول خلاصه استثناء کرده. عده‌ای رو سلطه پیدا میکنه کجان گمراهان، عده مؤمنان هم گاهی میان گاهی نمیان. پس البته این بحث شیطان شناسی بحث بسیار عمیقی گسترده است. راههای نفوذ شیطان رو اجمالا عرض کردم. این که ما اعتنای به خطورات بد که وسوسه است نکنیم، نه اول بعد توجه به امور مثبت بکنیم. یکی از امور مثبت این است که ما به خودمون رو در پناه خدا قرار بدیم که خدا قدرت بده که این تأثیر خودش رو نذاره و در عمل هم ما نشون داده میشیم. از اهل بیت هم باید کمک بخواهیم، وسائط فیض الهی هست. خیلی ممنونم استاد، خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.